وصیت دهم، فضیلت روزه. از ابو امامه رضی الله تعالی عنه روایت است که گفتم: ای پیغمبری خدا، مرا به عمل امر نما که به سبب آن داخل جنت شوم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: روزه بگیر، زیرا همتای ندارد. گفتم: ای پیغمبری خدا، مرا به عمل امر نما. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: روزه بگیر، زیرا همتای ندارد. گفتم: ای پیغمبری خدا، مرا به عمل امر نما. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: روزه بگیر، زیرا مثل و مانند ندارد. روایت نسائی و ابن خزیمه. در روایت نسائی آمده است که ابو امامه رضی الله تعالی عنه می گوید: نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفتم و گفتم: ای پیغمبری خدا، مرا به انجام کار امر نما که خداوند نفعم رساند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: روزه بگیر، زیرا مثل ندارد. از ابو سعید رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر بنده‌ای که یک روز در راه خدا روزه دارد، به سبب این چهره اش را از آتش دوزخ 70 تیرماه یعنی دور می گرداند. روایت بخاری و مسلم.